ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 آگوست سال 2024 درباره بازداشت یک جفت جوان با اتهام در سامانه سامان دیجی نشر کردن اعلان بر دروغ درباره اجاره دادن منزل در پایتخت و با این وسیله فریب دادن بیش از 15 نفر خبر داد. این زن و شوهر خود را ریلتر معرفی کرده از شهروندان محتاج خانه برای دیدن خانه اجاره پول می گرفتند و با همین غیب می زدند. مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت گفت یک قطار شهروندان به مقامات میلیسیای پایتخت مراجعت نمودند که شخصان نامعلوم با بهانه به اجاره دادن منزل استقامتی در سامانه سامان دیجی اعلان بر دروغ گذاشته مبلغ‌های آنها را از آن خود کردند. در نتیجه چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نوحه سینا 2 نفر همچون گمانبر دستگیر کرده شدند. میلیسیا میگوید ضمن سنجش معین کرده شد که شهروندان لطیپوف و کمالووا با هم زن و شوهر بوده با مقصد مردم فریبی رسمای منزل استقامتی را از اینترنت گرفته در سامانه سامان تیجی اعلان بر دروغ گذاشتند. نامبردگان با این طرز بیش از 15 نفر را فریب داده مبلغ‌های آنها را از آن خود کردند. وابسته به حالت مذکور تفتیشات پیشکی ادامه دارد. خود لطیپوف و کمالووا یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. در وقت‌های آخر در دوشنبه موردهای فریب شهروندان از جانب ریلتر روی بر دروغ زیاد شده است. چند وقت پیش نفر به دست مقامات افتاده بود که در شهر استرافشن ایستاده از همانجا منزل‌های نبوده را در پایتخت به اجاره میداد و شهروندان فریب خورده پول میگرفت.